کبیری را دو کارمند امنیت آوردن که یک تاش در داخل امو تاگی زیر زمینی که ما در اونجا بودیم در اونجا موند و یک تاش در بیرون موند. بعد شیشتن در اونجا بعد یک لو سر کردیم عرض شکایت کوزف مسلم سر کرد اول که خیلی خوبه میزگره شما در چی اروپا در ماشینا و در خانه های قصرها زندگی میکنین و میخرین میگردین و فکری این مردم شما نمیکنین. شما اول بیاین پیش برین جهاد قطعی فرزندان قطعی آدماتون بکنین بعد ما پس شما میخزیم میریم. بعد در جواب محیدین کبیری گفت که من فقط میتونم شما را به چی افریقا میتونم برآورده. بعد بچه ما در جواب گفتیم که ما افریقا نمیریم، ما در همین جمع قصال بدیم بس ما را فقط راست او یوروپا میبریم. خیلی گفت که ما چیم بتیه مهلتم بتیه یک چند مدت مهلتم بتیه که ما برای شما یک راه بیاوم و ما شما را اینجا ببرورم.